فیلمی Akhliddini Fahriddin. اینا میشناسی؟ نه نمیشناسم. گوشه خونه بدروتیست. اگر نبدر خونه گوشه. زنی ماده چیکار داری تو؟ بخشک از سراغ را خطا گرفتم. این دفعه که آمدی سراغات درست بگی. بای بخیر جا. بخشش جون من نتونستم شاید دارم که این تکده حق من نبود شکستی و درم گفتی نمیبری کجا بردی دل را خاموش شدم ولی رضایتی نبود درد و غمم زیاد شکایتی نبود La 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 من در پای توام تو در پای فریب این حق من نبود از سایه غریب من در پای تو در پای فریب این حق من نبود از سایه غریب سال و روزا گذشت عمر من هم گذشت در پای عشق تو این جوانی گذشت سال و روزا گذشت عمر من هم گذشت در پای عشق تو این جوانی گذشت رئیس همش از روی نقشه رفته شما خاطر نشوید انشاءالله همش خوب میشه خب معلش رئیس معلش اکا بس یا بیا این کنیم اکا چون کدسی اولا قشلوق فرادود میکنم نمیستی؟ سامو سوزی اکا میشه سوستی چو کدی اکا؟ رفته ایمو خفه شده چی شده اکا توی تن خبر نکدیم کدومی توی سامو چه خیلی گفتن زنگ توی نیست توی نم ما فهمیدم برای همون توی که شهر داود برای هم خفه شده نه دختره که گریفتنی بودم باید کس کردم برای هم دختر دهگی شما شو کده کو گفتم چی میکنیم دیگه دهده شو کده؟ همشهریتون یگون شو کدگی نیست اکا بیا جدا بشنیم شما ده همش هم میفهمونم اکا تا که جو میدونی؟ بیا اکا بشنیم جدا اینم خیلی اکا او دختر شو پو کردگی نیست اکا او بچه ما رفت تو موزه گفت زنی مرا چیکار میکنی؟ او دختر شوپو کردگی نیسته او دختر بعد سری اکش تاغوش مسکو اومد در دست تاغوشه او تاغوش نگاه نش میکنه حالا اگه ما همی رفتم گفت زنی مرا چیکار میکنی اما شوش نبوده که شوش بودم او بچه تاغوشه اکا او دختر در او خونه در عذاب اکا اگر او را تا نغز بینی او دختر عذاب نجاته رحمت همین خیلی کاکا نه اینطوری نمیشه اول توف کن
تات نوشه بالاتر اینا او تی بدم نه پایین‌تر رو یک همه خیلی استاد اوخی مایدای بدای میگم اوخی این یافتی بهانه تا این من خدت بکن بگی یک تو میتونی اوخی من نیافتم مایدای بدای اوخی در همین دنیا کدام کاری هستی که منو تونم خای کو میبینیم اوخی یاد بگی خای کو یاد بگی من نمیدونم دورای جوانی تو یافتی اکو این تو میخوافی این همین تا رسم با ما پیر خدت یوشا یافتی هرچه چکوشا خیلی همین کاری مردانه همی بته بگی کجاش کردی؟ نه خدا را شکر خدا بتن نمیگی بچه کی عید زیاد دیگه میتت اینه کاری خوب رحمت رئیس دا به اولی به مامی فایز زن بیو عید داخل سوزن بیو حالیو بخی بیو همه کاراتو پرتو ریسکی بخی بیو دو تا عروسی اینجان بایتال اسبوریان بخی بیو پرتو تیسکا همه کاراتو پرتو چیزی تاکسیدلی هم باشد امیوخ چون گره دیگرد بخی بیو کیای میگم اخی عروس میگه چی میگه اخی چی میگه اخی اونم تلفن میگه که عروس بیا میگه چی خیلی عروس آخه ای بچه اخی همین ایمن نیست همین تلفن های خطه میگه که عروس میگه چی میگه تیز بیا میگه چی خیلی عروس با همین گفته شای ها با من گفته سم من نمیدونم من نفهمیدم چی خیلی نفهمیدی نشنویدی اکا من شنویدم تو نشنویدی اخی نمی تلفن تو نیست خطا نکردی اخی خطا اخی تو یعنی گفت که تلفنی من نیسته تو نیست این تلفنی فایزه کو اخی تلفنی خطا کو کجای تلفنی فایزه کو کامپیوتر مشکل شوکه دیجان جورا همین تلفنی ما خماند زیاده چون تلفن تو در دست ما میتی من میگم ای فایز بده میگه که دو عروس تستر بیا میگه چی میگه خیلی عروس کسی زنگ میگه عروسه چه کنه بیه بابا خیلی عروس ما حیران میشم کی زنگ زده؟ ما چی میدونم کی زنگ زد بابی کی زنگ زد پرسیده سیانی مردم کی بود آخی بابی زنگ زد من نمیدونم میپرسی من چی میدونم کسی بود زنگ زد گفته که دو تا عروسه در آب خیلی بیا بابی بیا دو تا عروسه دو تا گفت بچم دو عروسه گوی خیلی یا تنه دو تا عروس زنگ زده میگه کیه؟ میگم تولیک زنگ زده به میفهم چی گپه چی به گوش نمیکنی آدم یه مینوت بس میگم من چی میدونم حالی زنگ میزنم خودم ترالانگار تا روزی بعد پارتوفتم ما خود رفتیم من بعد کال تو ببانشه ها حالی من قطعیت بعد گپ میزنم حالی اون امورم رسمشون کشیدگی ایو راست میگم این کسی بکش بیبلو رسمشون میکش راست میگم سفید راست میگم کال تو ببانشه السلام تاغو جان و علیکم بر سلام دخترم بیا انا جانی تعریفیت با جای بیا کارتشکا را بچینه یاردم کنه چون چیکو کرده گشته خدا میدونه پیش کی اومده خیلی گپ زنی کی تایتر نشان داد تو خیلی جوان مردی ای بچه گوش کو یک دختر نوزانی نوخی چی نمیرسم رو تو نگاه ببین که خشرو خانه داره در داره همه شرایطاش هست نگاه ببین کردن نتون نگاهش که نکنی سرهویش بده هر جا بخواه میروه دیدی شبیه زندگی تا پیش بر تمام بچه همین کار میکنی که ما رو همین عصبی میکنی بگی کارشگر بیا بچینه ای بچه ما ترا نگفتم که سراغت درست بگی آمدی ای اوه مشک مرا چی میخندی؟ شغلک خیلی شغلک ما ترا گفتم که سراغت را درست بگی یا بار دیگه کو اگر همه شازدار میگوی زنی ما کو دانت همش کنم چیکار میکنی؟ الان در کجا اترا
اینم میام کالون گاب زفتیما چاک ساجا اتا بوام ای آمدجو پرستا تنجه بچم السلام علیکم تاغوی بیا بچه جان مرحمت بیا بگذار راما بیا بگذار این بچه کم تر تیزی باد کرد کم تر تیزی کرد تاغوی هیچی گرم خیلی آدم خانه اومد یک معامله خوب میکنه بچه هم تیزی کرد یک داد دیگه خفش نه ما معامله خوب کردیم و این بچه مشهر بوده دروغگو بوده بچه کاملا که دروغگو بوده تاغوی ما یه مقصد قطعی اومدگیم گاب زای گوش میکنم من راستی گاب یکم مورد خانه شما را میبینم من خانواده را میشناسم من شهرزاد را دوست میدارم و چقدر شما شهرزاده را میشناسی خانواده را میشناسی من شما را یکم بار دیدم شما ای کجایین ای شهرین ای کجایین من افراس گاب خطا یکم بار دیدم تاغوی این پیش وقتی جمع میمودم اکای دور بود با فکرم خطا نکنم اگر شهرزاده جیانی من تاغویش میشم تاغویش بشه شما من با کمال رساندمش تاغوی حکم پدر دولا بله البته که ما شما را حرمت احترام میکنیم تاغوی جان گپ درباره او رفته است که من همین دختر باید میگیرم شهر برم گوش که تو یک گپ پیشترا یک کلانتر میومد خانه میدونم بازی شما روی راست اومده در اومده سین با اینجا یک فیغان برداشت نفهم پدر و مادر داری یک کنده و ذات زریات داری یا نه تاغوی ما رسم و رسوم همه چی را ما میفهمم تاغوی جان یک گپ دیگه که این دختر ما دوست میدارم ما چند سال چه دختر نغز میبینم ما باید این دختر سخنه و چمه که باید بگیرم شهر برم توی تماشاش کنم خیلی که تاغوی باشه حکم پدر داری دوی خود در کاره گوش که دادر ما همون وقت راضی میشم که با یک شرط چی شرط باشه؟ جیا زیگ نشه همه ما فهمیده استیم که عید پرات همه زندگی تو در نگفت های با ما یک نیم ایسو اوسو شهر در گشتگی میفهمیم دیگه ختمه کشی های پشتیو برای یک دو گوده کشه بگی هم خیزمت آزادی هم زندگی تگ نده هم همه یاردم میکنه هم یازنت اوتتا یاردم میکنه این سویتا پل میسته نامتده به پل گفته استی جیانی دوست گوید تبربر دشمن گوید شکربر اکمو رنگی دوست گفته استی با ما که یازنتون کنه نه اوخی خیلی یازنه و اکردش یک چیزه کوخی چی؟ زیخم باشی دنیا میگذره خسندم باشی میگذره ای بای همه خوبش بر اینی یزنوابی در راست میشه خیزمت کزن میگیره ای آخی بری عمام ده یا چه عمه یاردم میکنه از چی یزنه تا بابی تا اوتا هر دشان یاردم میکنه تو چی دیگ میشه؟ خانه دا این ده کاریگر داری یا تی دیگه برش ده بیا ست میشه شاید کش تو سه برای نمیخواه بخند آخی تو زیقی نمیزه به اخمه جو کار که خیلی کار چه خیلی کار دیگه یک گنجا نمیره اینجا فهمیدی؟ اکا چی با نروم؟ گپ زیادی نزن نمیره گفتم نمیره آخه تقومم روزی بود برای کار رفتم یگان کس دیگه روزی نیست اینجا ما چیزی گفتم گپی مرا میگیری اینجا یگان جا نمیره فهمیدی؟ انا می خونه دا ممبری میشینی آخه تقومم روزی بود برای کار کردن اما من روزی نیستم تقوید روزی باشه من روزی نیستم فهمیدی؟ برای چیه که؟ این همین خیلی گفتم که یگان جا نمیره گپ زیاد نکن خونه بود رو ایسوسو نگاه نکن بود رو تست خونه اینجا اوسو با اجازتی من بیرون درون میدروی فهمیدی؟ فهمیدم بدرو خونه
ها لرکی لرکه محبت عاشقی هی نمیجا گم شیدن اینجا باید پادوان آورد یافت چون بعد اینجا رو دایره عاشقان هم کنن این شما بیاین بیاین میمونو عزیز دوستان یانمه کی فرانک یا مر نمیفهمم آخه آمدن گیره من میرم ایوب دیگه سویاگی به خدمت میپرتم پدر مادر رئیس رحمت کار زور عیجیت شکم وقت سیر میکنی بو جای بسه بیش کی اینجا هر خیلی آدم یا مادر نمیفهمیشه نه ما میفهمم یا ما را نفهمیده سن بیا ساق سلامت روی کنم شهزاده او دفعه اومدی زندگی مونه جزیر کده بر اومدی رفتی ای دفعه اومدگی چی نیتا داری؟ میدونم خفایی ما دختره نگرفتم خفه ما آمدم که ترابو برمایده چی؟ ما به صاحب نیستم ما برای تو شده یه بار در روی اکم ایستاده گپ زدم اکم ما دیگه یافته نمیتونم برای تو شده در روی همه ایستادم ما تقا دارم دیگه قطعی تو هیچ جا نمیرم شهزاده میدونی که ما چه خیریست که کلام کده با یک روزی امید آمدگیم آخه تقوای وای هم دلش ای سنگ نیسته که وای هم مثل ما آدم های میفهمیدگیست ما همه چی ما پرت افتم آمدم حتی او تمام های بحری ما گذشت برای نمی عشقی خمو هیچ گپ نه ما قطعی تو هیچ جا نمیروم ترام یه بار مزه به کسی را بچش شاید به قدری ما برسی خی خو یک دقیقه بیس بفهمونم امو تقوی تا چخی آدم های ما هم رنگی ما درد دل داره که درد همه فهمه که کجا میره یه دختر تا ما همی تر همینجا نبارم کوی جو نمیرم ما خدم های ده نمیگیرم दोन जोबरात कुछ है इधर दौरे मान तेज जी जल्दी आओ मतलब हिंदूस की बच्चा मान हिंदूस की दाए तेज जल्दी जल्दी आओ इंतजार कर दी मान ब्रात किजो है तुम कुछ शिदी बच्चा تولیک نه تولیک نه تولیک نه مردک خومری دیگه نه بچه تو توریستا رو چیکار کردی؟ رئیس جان عصبی نشد رئیس جان کار حاله او چه خیلی حاله توریستا رو بردم ماندم دوجا او ما فهمیدم بردی موندی من در شهر بودم در دوشنبه بودم همین زنگ میگم چی گپای نبرو میگه که خوردنیشون تمام شده در اون طرف او بردی بر نمیاریشون اخی روزو با میارن شون خب بردی موندی باید در اون طرف خوردنیشون تمام شده گشنگی در مردم باید من در خود دوشنبه بودم در شهر همین زنگ یا چی این وای چیزی گفتن دیگه نفهمیدم اومد این توریستا رو هر طوری موجه ما جواب میگه میدونه میرا اون مهمونی ما مهمون باید نوری دیده تاج بر سر کنیم خیز ای بای درو پیش درو رفتیم یا سودا شون کن آب بگیرم شون بگی رفتیم پیش درو حرکت که بودا بیگم تیز برای تیز بگی بیا شون خشوق جان معامله که تمام رئیس ویلکام تو تاجیکستان بگو فهمیدی با وقتی مرا دیوانه میکنه بچه او را چیکار میکنی تو؟ برم مهمونا را بیارم شون مهمون اولاد که کلا نبگی آخی؟ اینه من همه خطی رفتم آوردم شون همه خطی چی خیلی بردی؟ یاتا؟ ها واه بچه انا که ای را بیه من با کجا کروی میش بهش توغری بگیره رئیس جان توغری میگیره تو گو کلانی دست ورشه او ایسته ماتوریش دست ورشه بیا با قطعی دیوانه شدم مردک لبای او کی بود اومده رفتگی؟ این چی خیلی که آمد با همه خیلی میروه که یگان میده ایما گیلمان نمیشه فهمیدی؟ گوش کن همین رحمتی خواهرم اصل ما بسیار وصیت خوب کرده
پیش مردن در همون بستر بیماریش وصیت کرده بود که سعی محمد همین دختر ما پاک و پیل به تو بخشیدم. همین را کاره که روح ما شاد شود. زیخش نه که یک آدم بچه دلت بیا و بتش که زندگیش خوب شود. خوب که؟ ها تو چی گفته استن؟ همین گپای خواهر ما گفته استن. مرا گوش که من همه فکر رو علاقه کردم. چی کار کردی؟ شهزاده را با بچه ما نمیتیم امید جانه. فهمیدی؟ اونا پایین حولی را امید جان شهزاده را میتیم. آخه نکای خیش سواری درست نیست آخه. گوش که مرا آخه ممکن تو چی کردی؟ ممکنه. آخه خود ناز میدونی که ای راستی دیپورت میکردن به پاسپورت و به دکومنت آمده. نامشان نگی همین خاکی وطن ای تخت سلیمان بهتره. این شاعر بیهوده نگفته خاکستری وطنم ای همه بالاه. من دیگه نمیرم اونجا. گوش کن سر صفحه چی دیگه حالم عقل در جاش ندارم مده مرد. گوش که مرا بهترش برم با خیمه در لفظ نه اولی به من بود کنم ببرم. من گپی تر 100% فهمیدم. خدا رحمت کنه خسر خشتامن ما که این قلین ایدولگی من مهنتی حلال خودم خطی بود که این تزنه که ببین با عقلیش ببین حرکت بیاوی خدا خاک بگیری ضرب کرده. الله اکبر. من برم اکم علفخور را بدروم. گوش کن اما گوای پودا اومد مرا فیروز که او کم قطی داره قلیشه بگیرم پودا داره یک گوشتا. ای شما با خدای ترین نکنه ای آشنای من ای جوری مرا فایز؟ ها زنده ای؟ ها اما چه چند قلفازه دید؟ دیونه ای تریش میکنی با ترسه خودش تو قدم درو چی؟ های فایز جونی های نوری دیدمی های دست جونمی های تی تاک کفشیده او چور تره در اونجا محکم کردن؟ او تو چور زنگ زدی؟ زنگ نمیزدی حالا می گب نمیشی زنگ زدی موسیقی تلفن برداشت های این امجا وردن محکمم کردن از کوزه بلنده بس ای پشتی هم ها توی چه خیلی اجازت گرفتی که مرا ببینی اجازت چی؟ هم 10 minute گفتم یه رنگ رو تو ببینم حبران تمام وقت تمام شد ولی مرا جواب نمیتم درو آخه مفتم که مرا جواب میگیری درو اتریزه آب میارم درو جواب میگی دارم جنجال زیادی چی در کار درو جواب بگی کام مالی چوری اشتر سغیره کدیم ایتیر مال فاز جون عده تریزا تا مردکی میتونی خالدار بای کوی یار و رفیقایی که در بری تو بودن محلش ده چی بدی و چی شدی خالدار بای این شفیار که جا شد و این شاگردای برام که جا شد و بیهودم شاعر بزرگوار نگفته بوده که آب و نانت چون ادا شد آشنایت می رود این پول و پیسه همه می رفته مال و ملک رای دستت که می رفته همه ای برات می گرفته ای خالدار بای محلش دی کارا رو باید فکر کردن نکر بود ای خالدار بای اینجا رادیوی محلی دهه سنتوده دقت بس همه استقامت کنندگان دهه سنتوده رسانده می شود که امروز ساعت 4 در نزد بشکه محله ما رنگی که گریپ شدم یا چیز شنیده است یا که تام شدی تام گریپی و هم خواه این برای هر یکی ما خیلی مهم و ضرور است بازم تکرار میکنم بس همه استقامت کنندگان دهه سنتوده رسانده می شود که امروز ساعت 4 در نزد بشکه محله جمع شوید یک خبری خیلی مهم و فوری است از شما خواهش میکنم پیر و کمپیر یاش و جوان حتما در اینجا حضور شوید بازم تکرار همه قشلاق شما احتی نشید تا یا خبر میتن تا یا اعلان میتن
امروز ساعت 4 مرا ندانم янга جان چی خبره؟ جمع شوید. یک خبری فوری و خیلی ضرور است. از شما خواهش میکنیم پیر و کمپیر یاش و جوان همه در آنجا جمع شوید، زیرا این برای هر یکی ما و شما خیلی گوی کسی را دوزیده نه خیلی مهم است. کمپیر تیاخ بیار ساعت 4 در نزد باشگاهی محله انتظاریم. کمپیر یکده ایجی چی گفتی هستی یا گوی یگون تو رو دوزیدین یا که یگون تو رو وظیفه میگیرن. خوش آمدید مردم عزیز دهه سنتوده. امروز میخواهیم به سهم شما برسانیم که برای یک دختر دهه ما 2 جوان خواستگار آمده است و انا همین تقای دختر میخواهد برای آنها شرطها گذارد. کدام یکی از این نفرها این شرطها را یعنی که غالب میآید و او جیانش را بدهد. و همین خاطر شما را به اینجا دعوت کردیم تا اینکه شما نیز در این اشتراک کنید. شرطها را میخوانم. شرط یکم، داماد باید با مهنت حلال خود 50,000 سامان قلینگ جمع کند. شرط دوم، یک روز در زمین کار کرده علف و خاشاک‌ها را جمع آوری کند. شرط سوم، این باید یک روز در زمین کار کند یک لیتر کارتوشکا را شناند. شرط چهارم، یک سر چاروا را نگاهبین کرده با آنها آب و خوراک میدهد. شرط پنجم، در جای شما رو یازده میکنه خوب سربرام بودن. این نه در آدمگری راست میگیری که پویار نداری یکم جای دعف کشدی رفتی نید دفتی نید این با همین رسم و رسوم نشو در همین جا آدم رفتی دعف کشدی کدامی از اینها این شرطها را اشرا کند فرادش کرد حتما دختری دهی ما را یکم کش نمیکنی مخلی؟ تو فرادش کرد جمعیه؟ قال جمعیه فرا جمعیه؟ این خیلی که دنیا به دروازه خیلی ایجا فرا اکا جان ایجا فرا اکا جان چه خیلی سازکی اینجا کی چی گفتی از اکا؟ اما اعلان خوندم. اعلان کی هست؟ اعلان ایمون تقویم. ای تقوی؟ که ما تقوی در چی کار داریم اینجا پیش به درا پس ما خیالم یکم معرکت مرا چیزی گفتن اون را خوندم. دودار شرطای گفتگی ما فهمیدی که 100% تقوی جان ای دقیقش هم باشه اجرا میکنم. ما در سیمای تو مردی را میبینم. همین کارا را اجرا کنی نصیبت کنه قوشه پیرت کنه. رفتی دستی مردکیه. بله دستی مردکیه.